من یه هفته نیستم دارم میرم روستا، همه وقتا رو کنسل کن. باشه دکتر. الو سلام، کلینیک دینا بفرمایین. نه عزیزم دکتر نیستن، رفتن اروپا ورکشاپ داشتن. خانم منشی وقتا چجوریه؟ دکتر 100 دفعه گفتم تو کارا من دخالت نکنید، بفرمایید. خب تموم شد، مبارکتون باشه. عزیزم یه دقیقه میشه ازتون عکس بگیرم؟ میشه عکس نگیرین؟ دوست پسرم غیرتی ناراحت میشه. دوست پسر مگه غیرتی میشه؟ اگه خیلی غیرت داره بگو بیاد بگیرتت. آی دکتر، شمایی که این همه سال تو این کار بودی نمیخوای یکم از تجربیاتتو در اختیارم بذاری؟ هیچ وقت یک کتاب از جلدش قضا بند نکن. عزیزم من خدمات فول فیس و لیزر میخوام. اوکی عزیزم، فقط اینا هزینه‌اش خیلی زیاد میشه. همشو پدر بزرگتون پرداخت میکنن. پدر بزرگم نیست. سلام، خیلی خوش اومده، بیاد تو. سلام، ممنون. نه برای کار زیبایی اومدم. خب کار ما هم زیباییه، بیاد تو. میخوام فیلر لب بزنم. بابا من خب باید اول این سیبیلو خوش گرفته بذارم تا لبای قشنگ دیده بشم. نه عزیزم متاسفانه تمامی وقتا منتظر ماه آینده پره. دکتر اونجا. بفرما قابلی عزیزم. نداره. عزیزم تخفیف نداره؟ عزیزم ما تو کلینیک دینا شرایط پرداخت داریم. 18% پیش پرداخت ازتون میگیرم مابقی یقصت 3 ماه. ولی شما با این صورت استی اضافه کنم با بیدی. عزیزم آماده شو بریم برای لیزر. خب این پالتو خزم در بیار دیگه. پالتو نیست، موهای خودمه. آی دکتر، راست میگن لیزر آدمو عقیم میکنه؟ این چیزا خب الان کیه، ولی تو با این قیافه عقیم شی بهتره. میگم مطمئنی بچه بودی با کیوی پیوندت نزدن؟ حالا چه اصراری داری موهای زایده تا لیزر کنی؟ حالا شاید خودت برام موات زایدی. آی دکتر، میتونی درجه دستگاه رو ببری بالاتر، با هم یه جلسه دیگه در نیاد؟ بابا درسته که دست که ما 20-25 آلمانه، هیچ کم تو یزد نداره. 3 تا 6 جلسه مو زاید عزومه بره. ولی شیاب خونه هم موقع اثر کنه. بهم بگو چند شب میخوام برم بیرون حساب کنم. با قیافه که خودم برات درست کنم برام من قیافه نگیر.